سلام خوش اومدید به یه ولاگ دیگه با من. امشب مهمون داریم و من امروز میخوام برم خرید کنم و کارهای آشپزی و اینا بکنم. گفتم برای شما هم یه ولاگ بگیرم و با من همراه باشید. چون دیدم آقا احسان از پشت من رد میشه و سلام نمیده، گفتم بیاد سلام کنه. الان خفتم کردی؟ خفتش کردم بیاد سلام کنه. سلام کن، زشته. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ احوالتون؟ حالتون بچه‌ها، این ولاگی که میخوام بگیرم توی خونه است، آشپزی میخوام، کار خاصی نمیخوام بکنم. و اینکه ناخونای منو ببینید، شما ببینید چقدر قشنگ شده ناخونا. یعنی کشته منو با این ناخوناش. دیروز تا حالا 1 میلیون بار به من قشنگ شده. یعنی دیروز رفتم پیش ناخونکارم، اینو بگم، رفتم پیش ناخونکارم، بعد طرحو بهش نشون دادم، بیچاره سکته کرد، یه 2-3 دور سکته کرد. بعد یه شورای حل اختلاف گذاشتن اونجا که ببینن اصلا میتونن این طرحو بزنن یا نه. اینا کلا طرحایی که میزنن چیه؟ فرنج، لاک ساده و اکریلی، همین. یعنی آلمانی‌ها هیچ طرح دیگه‌ای به جز این نمیزنن. بعد من هر دفعه میرم پیش ناخونکارم، بیچاره یه فوش خاصی تو چشاشه، میگه وای این دوباره اومد. بعد همیشه چون احسان سر کار من دیر وقت میرم ناخونامو درست میکنم، همیشه احسان تایم آخرش رو رزرو میکنه ساعت 7 شب، 6:30 7 شب. بعد بدبخت تا 9 شب ناخونای من درست کنه. یعنی پاساژ رو میبندن دیگه، میگن بیاید ماشیناتون رو بردارید برید بیرون لطفا، ما از پاساژ میزنیم بیرون. بعد دیگه رفتم این طرحه رو بهش نشون دادم، یه ذره سکته کرد. بعد گفتش که امتحان میکنم، شاید اصلا نتونم بکشم، ولی خدای خوب در آورد. با اینکه خیلی فس کاره و 3 ساعت طول کشید، ولی خدای خوب در آورد. خیلی خوشگل شده ناخونا دیگه. خلاصه اینم از ناخونای ما. بریم خریدمون رو بکنیم. تو رو خدا تعریف کنید، خیلی تعریف کنید ناخونا. خیلی تعریف کنید ناخونا. بریم خریدامون رو بکنیم. با من همراه باشید که خودم با لالت دنیا نرم. شما رو با خودم میبرم فروشگاه. نمیکنه اومدیم فروشگاه مورد علاقه من، فروشگاه ترکا. اول از همه میوه بگیریم. نارنگی. چه نارنگیه؟ چقدر به ناخونای من میاد. حالا همه چی رو با ناخونا میخوام ست کنم دیگه. ببینید چقدر قشنگه. تا احسان داره نارنگی برمی‌داره، من به شما ناخونامو نشون بدم. ببین بیچاره کردی، یه امت رو بیچاره کردی تو با این ناخونا. بس دیگه. خیلی تعریف کم کردی آخر ناخونام. حس می‌کنم انقدر که باید تعریف نکنم. یه هفته من باید از خب بریم اون وقت. هندونه هم که گرفتم. بله. نه آدم جون چقدر شلیلاش چیزه بده. میوه‌ها تمام شده؟ میخوام میوه رو انگور بردار. انگور بیا. آره میواش یه موقعی هست، یه موقعی نیست. سیرم میخوام. سیر میخوام. پیازم میخوام، ولی پیاز رو از یه جا دیگه بگیریم ها. سیر تازه نداره؟ نه پیاز سفید داره، پیاز نه اما پیازای چیز بردار. اینا ریزم یه ذره. اما اوکیه. آره چون من خیلی پیاز مصرف نمیکنم. پیازاشو رو نگاه کن چه کوچولوئه. خیلی خوبه. سیبز همینیه. بخوام اینا پیازای ترشیه. بریم که اگه من اینجوری لفت بدم تا صبح باید خرید کنیم. بریم برو. میوه نداره هیچی ها. نه سیب کی میخوره؟ میخوای بذاری رو میوه آواکادو. نه برای خونه. نه نمیخوره.
به من میگه کیوی بردارم، داره آلو برمیداره. خب من رونالدینیویی ام دیگه، اینو نگاه میکنم. بله بذار بالاخره کیوی رو هم برداره، خیالش راحت شه که کیوی رو برداشته. من نگاه سیب زمینی برمیداره، زیاد برندار. آخه نمیخوریم، من که اصلا کیوی متنفرم. راست میگی، تو دوست نداری؟ بریم. ریحون داره بالاخره، اینجا ریحون داره. هیچ وقت ریحون نمیارن، همیشه ریحوناشون گلدونیه و خیلی کمه. بیا اینا رو هم بردار. با چه شاهی تازه ای. گوجه اینجوری داره؟ نه از اینا بردار. از اینا؟ آره این خوبه؟ این بالایی خیلی قسمت بهتره. این؟ آره همه بردار. خب چون میخوام ماهی درست بکنم بغلش جعفری باید بذاریم. امشب میخوام ماهی بابا من لالا دنیا میرم آخر سبزی پلو با ماهی درست بکنم. امیدوارم که دوست داشته باشن مهمونا، چون اولین بار دارن میان خونمون. اینجا کلا اینجوریه که چون ما خیلی تون میایم خرید، مثلا هفته 2 بار میایم خرید، همه چی رو خیلی کم برمیداریم و همه چی تازه. من کلا دوست دارم همه چی تازه باشه، حتی گوشت و مرغ هم دوست دارم تازه باشه. در همین همه چی رو کم میخرم. احسان هم که داره خیار برمیداره، ولی با این که این خیار تازه اومده بازم خیارای ایران نمیشه. نه نمیشه واقعا. خیلی خیارای ایران خوبه اصلا. اون بوشا آره خیارای ایران خیلی خوبه. احسان دوباره رفت، یعنی این بچه گم میشه 2 دقیقه از چشم برمیداری. اینجا چقدر بامزه، اینجا غذاهای آماده میفروشه و توی فروشگاه ها. نون بشه. آره نون لواش ایرانی. تو مغازه ترکا خوراکی ایرانی زیاده بچه‌ها و همون معمولا میان ترکا. بریم اونور. یادتونه که چه بلایی اینجا سر من آوردن. مامانم اینا اومده بودن کله پاچه بگیرن. دقیقا اینجا همونجاست. وی چی میخواستم دیگه؟ کله پاچه نداره خدا رو شکر. مثل اینکه پنیر میخوام. ای بابا چشم برمیدارم انسان گم میشه. کجا میری برای خودت؟ رفته پنیر رو کالباس برداره. این مغازه انقدر تکمیل همه چی داره و الان ما چی میخوایم؟ گاز قلیون. واجب ترین وسیله. سیخ بردارم بیرون بدیم برای گیری؟ سیخ داریم که. از اون تنوری ها چی بود؟ نه از اون تنوری ها من میخوام. اینو بگی؟ نداره، نگاه کردم اون دفعه. از اون قدم که میگی تکمیل نیست اینجا. واسه ایراد بگیری؟ شبیه این جمعه بازاره تهرانه. این چیه؟ جانماز. ببین حتی تا جانماز هم داره. بریم دیگه، بریم اینا رو حساب کنیم بعد بریم جای دیگه. این خیلی خوشمزه است. اینم برداریم تست کنیم. نه اینو برداریم. اینم خوبه. این خیلی خوشمزه است بچه‌ها، اگه دیدید جای بگیرید. اینم بگیر. بازم چند تا نوشیدنی هم بردارم. دیگه وا این فانتا ها هم خیلی خوشمزه است. آبیا. ولی با اختلاف موگو طالبی یه چیز دیگه. رو کرد تو چشم. واقعا یه چیز دیگه.
خب ترکا خریدمون رو کردیم بریم مغازه ایرانی و یه خیلی جالبی که اینجا همه درگیرشن، مخصوصا ایرانیان که خارج از ایرانن، اینه که توی ایران که بودیم در به در دنبال مغازه خارجی بودیم که بریم خوراکی خارجی بخریم، اینجا در به در دنبال مغازه ایرانیم که خوراکی ایرانی بخریم. بعد اصلا به نظرمون خوراکی ایرانی خوشمزه ترن، در صورتی که تو ایران بودیم خوراکی اینجا خوشمزه تر بودن. خیلی دوست دارم بدونم منطقمون چرا اینجوریه، چرا لج داره با ما. اصلا قبول داری؟ اصلا همچین چیزی رو من تایید نمی‌کنم. دارم خب بزنم انقدر دوست دارم بزنم، یه جوری بزنمش، یعنی این یه خبر کذبه. البته باید بزنمش به خاطر اون تقلبی که توی اون بازی کرد. واسه تو جمع، به خاطر اون تقلب باید یه دونه کتک من بخوره. نه میخوره. اون یه دونه رو تو داشتی تازه ادیت میزدی شما ندیدید، خیلی هاتون ویدیو رو ندیدید، برید ببینید چه جوری جرزنی کرد. فقط چه جوری کجاها من جرزنی کردم تو نفهمیدی اصلا. من مظلوم. آره بچه‌ها موامو نگاه کن، دیروز یه کاری کردم، رفتم رنگ مو خریدم، میخوام به تنهایی خودم موامو رنگ کنم. یعنی قراره هنرنمایی جدید بکنم. حالا بخوام رنگ موامو رنگ بکنم ویدیو میگیرم، شما رو با خودم همراه میکنم که لذت ببرید. میخوام هنرامو رو کنم. فکر کردید کم الکیم من؟ بعد چی؟ رنگ میکنم حالا. بیا برو آرشگاه بابا. نمیخوام خودم رنگ کنم. بشین درست حسابی موهاتو رنگ کن. میخوام خودم رنگ کنم، میخوام خودم هنرنمایی کنم. میسوزونی کچلت میکنم. نه نمیسوزونم. الانم دم سربازی دختراست، باید بری خدمت. نکن این کارو. نه میخوام خودم رنگ کنم. خوشگل میشه. بس چی؟ رفتم یه رنگ خریدم قرمز. این قشنگ قرمز. اگه رنگ بگیره البته موهای من. دیگه براتون ویدیو میگیرم رنگ کردن موهام. مغازه ایرانی سبزه آورده. آخه بریم خریدم. شیرینی ایرانی. بوی ایران اینجا نمیاد بچه‌ها، اصلا بوی ایران نمیاد، یعنی بو عید اصلا نمیاد. خیلی این بده. شما از عید لذت ببرید. اصلا بو عید ما نداریم. خب ترشی میخوایم؟ ترشی نداریم. ترشی یه سری ترشی داشت بزرگ بود، من از اونا میخواستم. نداره؟ خیلی اونو خوبه. خیاشون این ریزا بردار. یک و یک خوبه؟ این ریزا بردار، اینا خوبه. آره اینا ریزه. سبزی چیز میخوام، سبزی پلویی میخوام. این سنگک هم داره. سبزی اینجوری بسته بندی نداشت، مجبور شدم سبزی خشک بگیرم، ولی اینا هم خوبه. شما اینا جذابیت نداره ها، اینا برای ماه که انقدر جذابیت آخه اصلا نسل اینا سالهاست منقرض شده. مگه شیشه چرا این انقدر زیاده ولی این انقدر کمه؟ باور کن زمان من یادمه تا اینجا هم بعضیاش بود در میرفت دیگه دستگاه. چجوری میخوای باز کنی اینو؟ به همین راحتی. نگاه کن. وای الان میریزه تو ماشین. وای نکن. داره. خب اون الان اون باز میشه، اون برعکس میریزه. نتونستی نتونستی. بچه‌هایی که آلمانن قطعا اینو میدونن. بچه‌ها اینجا وقتی تو آب معدنی، نوشابه، هر چی میخری یه دونه چیز روش داره، یه آرم روش داره. این آرمه. خب اینا رو باید بیای بندازی شیشهاتو و 25 سنت میگیری و البته اون موقعی که اینا رو میخری 25 سنت روش پول میدی، ولی به خاطر بازیاب این کارو میکنن که همه پلاستیکاشونو یا شیشه‌هاشونو بیارن پس بدن و بتونن اینا رو بازیاب کنن. خیلی هم کار خوبیه. خیلی آسیب نمیرسه دیگه. آره دیگه، بخاطر اینکه پلاستیکاتون رو برمیگردونید دیگه، به محیط زیست آسیب نمیرسونه و خیلی کار خوبیه. کلمون رنگ ناخونام گرفتم. حالا تا این ناخونامو 1500 بار به روتون نیارم ول نمی‌کنم. دیسلم گرفتم. ساعت 3 بعد از ظهر و ما هنوز در حال خریدیم. مهمونامون هم ساعت 6 قراره بیان. خب سالاد میخوام. سالاد اینجا داره. یکی از بهترین چیزایی که
اینجا من عاشقشم سالادای آماده شونه. همینجوری آماده گذاشتم، هر مدلی که میخوای میتونی برداری. همین خوب باشه. سوسن بردار. این سوس چیه؟ آره دیگه اوکیه. ببین یعنی به احسان باشه ما تا صبح اینجاییم، انقدر که لف میده. ای تو فرنگی سفید داریم مگه؟ بله ببین میگم لف میده تا صبح. ما حالا باید سس سالاد انتخاب کنیم. اینو بردار. الان اینو بگم میگه این نه اون یکی. الان اگه من اونو برمی بشم چرا اینو میدونم دیگه تا صبح لفتش میده قشنگ. ببین انواع و اقسام پنیرها رو اینجا میبینی، انواع و اقسامشون. همه پنیره کپک زده است. دستت هم بو میگیره بهش دست میزنی. الان باز دنبال پنیری؟ پنیر مگه نداشتی؟ احسانو ول کنی تا صبح میخواد پنیر بخره. خب احسان جان ماهی رو دیگه بردار اگه خدا بخواد. غذا اصلی رو داشته باشیم حداقل غذا اصلی رو گرفته باشیم. مهمونا رو گرسنه نفرستیم، فقط خوراکی خریدیم. من دنبال ردبولم، یعنی 3 ساعت من دارم تو این فروشگاه دنبال ردبول میگردم. بالاخره قسمت نوشیدنی ها رو من کشف کردم. ردبول میخوام. خب دیگه بالاخره ما رسیدیم خونه، وسایل رو جابجا کردیم. من رفتم لباسم رو عوض کردم و الان میخوام آشپزی بکنم. احسانم داره خونه رو یه جارو برقی ریزی میکشه. دیگه برم برای آشپزی. بزن برنجم خیس کردم، زعفرانم دم کردم. ببین چه گل خوش رنگیه. این از گلدون خوشگلمون که اینو ببرم بذارم سر میز و بیام. خب اینم از گلا. چطور شد؟ بریم به ادامه آشپزیمون برسیم. خب الان میخوام ماهیامو مزه‌دار کنم. من ماهی و فیله لاکس گرفتم که خیلی خوشمزه است این فیله های لاکس و من توی فر میذارم. خیلی راحته، خیلی هم خوشمزه میشه به نظر من. حالا بیاید بهتون بگم که چه چیزایی میزنم به ماهی. و من توی دمای 200 درجه میذارم، فکر کنم نزدیک نیم ساعت 40 دقیقه این توی فر میمونه و خیلی خوشمزه میشه. آخر سر یه دماشو میبرم بالا و میذارم روی گریل که روش گریلی بشه و قشنگ ترد بشه. جفتشون زعفرون اول میزنم، قشنگ زعفرون میزنیم بهشون، نمک میزنیم، فلفل نمک میزنیم بهش. بچه‌ها باید موقعی که خواستید بذارید تو فر اون موقع هم یه کوچولو بهش نمک بزنید چون خیلی ماهی نمک رو به خودش میکشه. بعد بهش لیمو میزنیم و در آخر بهش گلپر بزنید. بعد قشنگ روشو پر گلپر کنید. یک بار تست بکنید با گلپر، عاشقش میشید. یعنی عاشقش میشید، انقدر گلپر مزه خوبی به ماهی میده. حالا برای این یکی ماهیمون باز زعفرون میزنیم. زعفرون کلا بزنید، در همه صورت زعفرون رو بزنید. که زعفرون رو دارید باز نمک فلفل میزنید و لیمو و میذارید توی ظرف. دیگه به این گلپر نمیزنیم، میذاریم اینو تو ظرف. این با گلپر، این همونی که ساده است. روی این ما سیر میذاریم. بعد موقع پخت سیراشو برمیدارم. هم میخوام بزنم مزه دار بشه چون روش سلیفون میکشم. 2-3 ساعت میذارم قشنگ این تو این مواد بمونه. اگر هم دوست داشته باشید میتونید رزماری هم بذارید. رزماری هم خیلی خوشمزه‌اش میکنه. من با اجازهتون یادم رفت.
اگر رزماری هم میگرفتم. بله من غذام تموم شد چون کار خاص دیگه هم ندارم. میز شاممو میچینم، فقط یه میز مزه مونده که اونم الان زوده، ساعت 5 مهمونام 6 میان، اونو یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه میرم سراغش. الان میز شاممو میچینم و بقیه کار. خب اینم از میز ما. چطور شد؟ وقت شستن میوه هاست. به نظرتون اینا این تو جا میشه؟ بعید میدونم. وای بچه ها یه چیزی بگم راجع به آب مزخرف اینجا. کلن آب آشامیدنی که واقعا نداره، خیلی توی آبش آهکه. ما وقتی آب میخوریم از آب معدنی میخوریم، ولی برای کتری من از تصفیه آب استفاده میکنم، ولی انقدر این آهکه توی آبش بالاست که من یعنی هفته یک بار کتریمو دارم جرمگیری میکنم. خیلی بده. اگر توی آلمانید و واقعا کار خاصی میکنید به من بگید، چون هر کاری میکنم این جرمای کتریم نمیره و آب خیلی آهک داره. حتی تصمیم گرفتم که کلا توی قوریمم چیز بریزم، آب معدنی بریزم، اینقدر که آبش بده. به خاطر همین موهامونم میریزه. چه عجب احسان صدای سشوار رو قطع کرد. میشه بدونم کی به تو گفته صدای قشنگی داری؟ خیلی دوست دارم بدونم کی بهت گفته صدا قشنگه. نگاه تو دستم جا نمیشه. من اینکه تو همین همون یه ذره بزنم زیر من نمیدونم آخه کی به تو گفته تو صدای قشنگی داری. کسی لازم نیست بگه. صدا داغون. قربون تو برم من خوش صدا. نه من خوش صدا نیستم ولی نمیخونم. خوش صدا. من نمیخونم ولی من نمیخونم. من نمیزنم زیر آواز مثل آقا احسان. یوهو میزنه زیر آواز. دیگه من استند مزم آوردم که مزمو بچینم. برنجمو خیس کردم، ماهیام که گذاشتم توی یخچال، میوامم شستم. مزمو بچینم و منتظر باشیم که مهمونامون بیان. هیچ کار دیگه نداریم. میدونی قسمت جذاب ماجرا کجاست؟ اینجاست. اینجا خیلی شیرین دوست دارم. اونم چی؟ شیرینی ایرانی. بریم شیرینیمون رو بچینیم تو ظرف و میز مزم رو آماده کنم. دیگه تمام شده. تمام. چه جذابم. اینو میزه مزم. خب دیگه کار من تموم شد. فقط مونده چیپس و پفکا که متاسفانه انقدر اینجا هوا نم داره. میذارم هر وقت مهمونام اومدن چیپس و پفکا رو میریزم. بریم تو سالن. هلو. این میز شامم که آماده است. رنگ ناخونام 50 بار نشونم. ای وای گلم داره میسوزه. خب اینم از میز مزمون و من عاشق آتیشم. دیگه ما آماده ایم، منتظریم که مهمونامون بیان. مرسی که تو این ولاگ همراه من بودید. امیدوارم دوستش داشته باشید. اگه دوستش داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و اگر دوست داشتید برای من بنویسید که بازم از این ولاگا براتون بگیرم. اصلاح کردن رو میذاره، واسه مدل‌ها رو میذاره. اینم از شام.